جوان مسلمان، جوانی و بیزنی گفته برای زنا نرو، صبر داشته باش، چون که پاداش صبر جنت است. پاکدامنی اختیار کن تا خداوند تو را همسر پاکدامن نصیب فرماید. متاسفانه امروزها بسیار از جوانان جوانی و بیزنی گفته به زنا دست میزنند. آنها از جهت کمبودی های زندگی فکر میکنند که به این قریبی ها زن گرفته نمیتوانند و خود را تسلی داده میگویند که بعد توبه کرده از گناه باز میگردم. پناه به خداوند. جوان مسلمان، اگر از جهت شرایط ناگوار و کمبودی های زندگی نمیتوانی زن بگیری، پس خوب گوش انداز که خداوند برای تو چه وعده کرده است. خداوند در سوره نور می فرماید: استعیذ بالله ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله. یعنی و کسانی که اسباب و امکانات ازدواج نمی یابند، یعنی از جهت کمبودی های زندگی نمی توانند زن بگیرند، باید پاکدامنی پیشه کنند تا خداوند آنان را از فضل خود بی نیاز گرداند. صدق الله العظیم. در این آیت خداوند برای جوانان بیزنی که از جهت کمبودی های زندگی نمی توانند زن بگیرند وعده کرده است که آنها را بی نیاز می گرداند. یعنی اگر آنها پاکدامنی اختیار کرده برای زنا نروند، خداوند به آنها همسران پاکدامن نصیب می فرماید و مشکلاتشان را برطرف کرده در مالشان برکت عطا می فرماید که توان نان و نفقه و مهر همسرانشان را داده می توانند. پس ای جوان مسلمان، صبر داشته باش و انتظار وعده خداوند باش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.